در بیان سعدی میخوایم ببینیم به چه شکل هست. یه حکایت از سعدی نقل میکنم، میگه که شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند. شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند. سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار، کار به من نداشته باش، بذار من یکم بخوابم. خب پای مسکین پیاده چند رود که از تحمل ستوده شد بختی. بختی یعنی شتر. خب میگه شترم خسته شد. خب تا شود جسم فربهی لاغر، لاغری مرده باشد از سختی. بعد شتربانه چی میگه؟ میگه ای برادر، حرم در پیش است و حرامی از پس. قطاع و طریق دزدان راه پشت سرمونن. خب اگر رفتی بردی و گر خفتی مردی. آفرین، خودتون تشویق کنید. بعد میگه خوش است زیر مغیلان به راه بادی خفت شب رحیل، ولی ترک جان بباید گفت. مغیلان، خار مغیلان بوته‌های خار بوده که حالا زیرش مثلا ممکن بود میخوابیدن. خب میگه خیلی خوبه، خیلی کیف داره آدم تو بخوابه، بین راه خسته میشه بخوابه زیر این بوته‌های خار. کی؟ شب رحیل یعنی شب کوچ. این شب کوچ که یه همون شب عمره. این عمر شبه. وقتی عمر شبه پس باید رفت تا به روز رسید. و اگر آدم هرچی هم بتراشه و بخراشه و بره و کوشش کنه و زحمت کشه و امید داشته باشه و انتظار بکشه، باز هم ضرر نکرده. چرا؟ سعدی اینطور میگه وگر مراد نیابم. در غزلیاتی که اوج غنایی سرایی هست اینطور حکیمانه میگه وگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. حداقلش اینه که من تلاشمو کردم. دیدید بعضی وقتا به خودتون میگه من خوبیش این بود که من زحمتمو کشیدم، مسیر رو رفتم. خب و بعد بیت بعدش میگه چی؟ میگه مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن. آفرین. اینجا میخواد بگه چی؟ میگه مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن. میخواد بگه که نگاه سعدی این هست که طریق عشق طریق کوشیدن و حرکت و رفتنه، هرچند که راه سخت بیابان باشه. مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم. خیلی ساده که سعدی ها خیلی با صداقت حرف میزنه.